همدان که همیشه با فکر زیبا و چشم‌اندازهای بزرگی که برای همدان همراه تیمشون تعریف میکنن ما رو امیدوار میکنن به انجام کارهای بزرگ در پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین همدان. در میان مدیران عزیز مدیران بزرگی هستند که هر کدام گوشه ای از صنعت همدان رو آقای دکتر محمدی میچرخونند، آقای دکتر گلیپور که در بحث سیاستگذاری ها و هماهنگی ها همیشه خوشفکر بودن و درخشیدن، آقای دکتر معصوم علیزاده مدیر کل محترم اداره میراث و صنایع دستی و گردشگری استان که در دوره ایشان خب افتخارات بسیار بسیار بزرگی نصیب همدان شده و از جمله ثبت جهانی حکمتانه بوده در یونسکو و از همه بیشتر این که نگاه استان همدان به نگاه ملی و تعامل با استان‌های دیگه هست. این رو من به عنوان یک ایرانی که کمی با کتاب سر و کار داریم و الان هم از بابت نقش کتاب در دیپلماسی نوین و روابط بین الملل در خدمت این برنامه هستیم، خوشحالم بگویم که همدان در این برنامه ها پیش قدم بوده. حالا ما خیلی از همدانی ها تعریف نکنیم. آقای دکتر شالویی، آقای دکتر حسینی در برنامه نمایشگاه گردشگری پارسال نه سال قبل با افتخار گفتن همدان داره به تمدن سازی خودش ادامه میده و پرچم کتاب در این 17 سال رویدادهای بین المللی که در کشور برگزار شده توسط همدانی ها برافراشته شده و این برای ما در راستای تمدن سازی همدان بسیار مایه افتخار و هست. و امروز هم من با افتخار خدمت مدیران خودم عرض میکنم که اگر امروز ما در اینجا هستیم و این مهمانان ما هستند، مربوط به عرضم حضور شما که هنوز کتاب قدرت خودش رو در تمدن سازی و ایجاد روابط بین الملل جای خودش رو داره، حالا شکلش از عوض بشه به حالت فناورانه و چیزهای دیگه باشه چیز دیگه ایه. من در این قسمت من فکر میکنم که اگر وقت دوستان رو چون برای برنامه‌های دیگر هم برسن نگیرم، فقط با 2 تا آیتم های دکتر اگر اجازه بدید ادامه بدیم و از آقای دکتر معصوم علیزاده خواهش کنم که چند دقیقه دوستان رو آقای دکتر مسئول گردشگری سلامت و گردشگری بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه آقایون و خانم‌های محترم حاضر در جلسه و خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم. به کشور عزیز ایران خوش آمدید، به کشوری که مهد فرهنگ، تاریخ و تمدنه. شما در سرزمینی قدم میزنید که حلقه ارتباطی بین جوامع در اون فرهنگ تعریف شده، فرهنگی که برگرفته از یک تاریخ و یک تمدن ارزشمند است. مهد این فرهنگ و تاریخ و تمدن استان همدان است، استانی که انشاءالله تشریف بیارید. ما میزبان شما هستیم. حتما در این فضایی که تشریف خواهید آورد خواهید دید که در زمینی قدم خواهید زد که همواره فرهنگ در طول تاریخ زنده بوده، داره کار میکنه. همین الان در محوطه تاریخی حکمتانه ما بعد از 3500 سال زندگی در جریان هست و داره مردمان در اونجا کار، تفریح و تلاش میکنن برای حرکت در زندگی خودشون. خیلی از دیدن شما خوشحال شدم. امیدوارم که با این ارتباطاتی که در حوزه فرهنگ همکار عزیزم جناب آقای ابوالفتیح عزیز و سایر عزیزان
دارن تلاش میکنن بین ملت ها رو با فرهنگ ارتباط بدن، کار بسیار ارزشمند، کار واقعا فاخری هست. ما شهرمون منتسب به نام پایتخت تاریخ و تمدن هست، یعنی جایی که دیگه سرگل همه این زحماتی که مردمان قدیم کشیدن و ما به اینجا رسیدیم. امیدوارم که از همدان دیدن بکنید، همدانی که دارای صنایع دستی ارزشمند هست، 2 شهر جهانی لاله‌جین برای سفال و شهر جهانی ملایر برای مبل و منبت، شهرهای ملی که شما قطعا خواهید دید در آثار هنرمندان ما که با فکر و ذهن و ایده خودشون محصولاتی رو از خاک، از آهن، از چوب و از هر آن چیزی که پیدا میکنن محصولی رو تولید میکنن که بشر بهش افتخار میکنه، محصولی که نامش صنایع دستی است، ارتباط بین روح انسان و حرکتی که در زندگی خودش داره. دعوت میکنم از شما حتما شهر جهانی لاله‌جین ما رو سر بزنید، حتما ظرافت روح مردمان رو در اونجا ببینید، حتما به شهر جهانی ملایر ما سر بزنید، حتما دست ساخته های مردمان اونجا رو با چوب ببینید که یک هنرمند چگونه میتواند با روح و روان خودش با چوب کار بکنه و به یک محصول خلاقانه رو ایجاد کنه. شما به شهری انشالله سفر خواهید کرد که از همه چیز مملو است، از فرهنگ، از تاریخ، از تمدن، از صنایع دستی، از مردمان بسیار میهمان نواز، از میراث ناملموسی که در حوزه غذا، در حوزه پوشاک و در همه حوزه ها این مردم دارای ذوق و سلیقه بودن. البته اینم بگم که ایرانی همین این خصوصیات رو داره، همه ایرانیان این خصوصیات رو دارن و این رو هم بالاتر بگم که همه منطقه این خاورمیانه انسان‌های ارزشمند، فرهنگی و فرهیخته رو درون خودش جا داده و این فرهنگ همه ما رو به هم وصل کرده. بسیار خوشحالم از دیدار همه شما. خودتون رو ویژه تشویق بفرمایید. تشکر میکنم از آقای دکتر معصوم علیزاده برای بیانات شیوای خودشون در رابطه با آینده‌ای که همدان در حوزه تمدن‌سازی در پیش رو داره و این به تایید جهانی یونسکو رسیده با صورت علمی و کارشناسی شده در سطح بین‌الملل. آقای دکتر میدونم که کار دارید، عجله دارید، فقط یک آیتم اگر از دوستان تاجیک که هستند رو ما به اصطلاح بخوام چی بکنم، آقای دکتر ملا ظهور در زمینه معرفی طبق ارادتی که به بوعلی سینا داره و عرضم حضور شما که دارای 80 تالیف کتاب هست، رئیس اتاق بین المللی نویسندگان طبیب تاجیکستان هست و دارای یک سلامتکده دهکده سلامت در تاجیکستان هست که 22 هکتار هست که دانشمندان طب ایرانی شعبه همدان که حالا شهر طب هم هست که از اینجا بازدید کردن و با ایشون تعاملاتی دارن و به اصطلاح رفت آمد دارن و این رفت آمدها منجر شده که نمایندگی ایشون رو به انتشارات درفش حکمتانه در همدان داده و ما از این بابت از ایشون تشکر میکنیم که در ایران ما رو قابل دانستن و انتخاب کردن که به عنوان نمایندهشون در ایران باشیم. فقط دقایقی چند آقای دکتر، حالا انشالله در همدان از مباحث علمی شما در حوزه سالمگردانی استفاده میکنیم، ولی در رابطه با از بابت دوستی خلقها و اینها در خدمتتون هستیم چند دقیقه با یه تشویق دوستان عزیز.